با سلامی مجدد ترانه ای رو در نظر دارم که فولکلور هست، یعنی شعرش را هم آقای مهندس کریمی خدا رحمتش کنه سرودند. من از یک چوپانی دغدغه ناسالمی هوای زمستان را شنیدم. در بررسی هایی که می رفتم دیدم صدایی به گوش من آمد. به سوی صدا رفتم. سگ گله چوپان فرج به طرف من خیز برداشت. چوپان رسید، مرا که داشتم غالب تویی می کردم بغل کرد. یک همراه نیز با من بود. ما را به محل اتراق خودش برد. شیر دوشید با برنج قاطی کرد، برام آورد. گفت راه را گم کردی؟ گفتم نه. صدایی از شما شنیدم، به سوی این صدا آمدم. گفت یعنی چی؟ گفتم این صدا خیلی قشنگه، میخوام ببرم رادیو بخوانم. گفت که تو بخونی؟ بله. گفت تو نمیتونی. گفتم چرا؟ گفت اینو پوررضا میتونه بخونه. اون موقع رادیو بود، تلویزیون نبود. من به فرج گفتم که خب من پوررضا هستم. گفت نه تو با هیچ توکمچای رعنا خونی؟ گفتم که بله. بعد گفت تا نخونی من قبول نمی کنم. من خوندم کمی براش، اینها رو اون خوند، من یادداشت کردم. چقدر جان دادم که صمیمانه مثل اون بخونم. آوردم رشت. قطعاتی دیگر لازم داشت. با استفاده از فضای فولکلور که در من شناور بود، آن درد دل سوخته این مرد را آوردم با یک اثری به عنوان مقدمه آن را آرایش دادم که با تنظیم‌های کال و شهری این اثر گرفتار نشه. بعد این کار رو انجام دادم. به اقبال عمومی رو آورد. من قبل از اینکه اینو بخوانم با یک تریمولی که عزیزان من لطف میکنند، من شاید بتونم این دیلمان دیم را بخوانم، همان را که در پس از باران خونده بودم.